توی ویدیو امروز میخوایم پروژه ارز دیجیتالی رو بررسی کنیم که تونسته یکی از بزرگترین مشکلات دنیای ارز دیجیتال رو حل کنه. پروژه‌ای با سبکترین بلاکچین جهان با آینده‌ای درخشان. همراه من باش تا با این پروژه فوق‌العاده جذاب آشنا بشی. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من مریم هستم و اینجا کانال ممیز هست. توی ویدیو امروز میخوایم ارز دیجیتال مینا پروتکل رو با هم دیگه بررسی کنیم. میخوایم ببینیم این ارز چیه، چرا به وجود اومده، چیکار قراره برامون بکنه و در حال حاضر توی چه وضعیتی قرار داره. پس خیلی سریع میرم که مبحث رو شروع کنم. فقط اول باید ویدیو رو لایک کنی و 4 تا کامنت انگلیسی برام بذاری تا من شروع کنم. و اگر از اکسپلور داری ویدیومون رو تماشا میکنی لطفاً کانال رو سابسکرایب کن و علامت زنگوله رو روی آل بذار. خب حالا بریم سراغ مینا خانم. همونطور که ابتدای ویدیو هم گفتم، مینا پروتکل بین همه ارزهای دیجیتال سبکترین بلاکچین رو داره. حالا این مسئله چه اهمیتی داره؟ ببینید، همه ارزهای دیجیتال یه بلاکچینی دارن که تاریخچه تراکنش‌هاشون روی اون ذخیره میشه. از طرف دیگه هر روز داره بلاک‌های جدیدی به این زنجیره بلاکچین اضافه میشه. مثلا حجم هر بلاک بیت کوین حدود 1 مگابایته. هر 10 دقیقه هم یه بلاک به زنجیره اضافه میشه. یعنی هر 10 دقیقه 1 مگابایت به حجم‌های قبلی اضافه میشه. بعد ماینرهایی که میخوان بیت کوین استخراج کنن باید بیان کل بلاکچین بیت کوین که در حال حاضر حجمش حدود 350 گیگ هست رو روی خودشون ذخیره کنن. ذخیره کردن این حجم از اطلاعات روی ماینرها روی عملکردشون تاثیر میذاره و توان عملیاتیشون رو کم میکنه. پس این مسئله خودش یه مشکل بزرگه و باید یه راه حلی براش پیدا کرد. راه حل این ماجرا رو یه دانشمند به اسم آقای آیزیک مکلر کشف کرد. چجوری؟ اومد گفت که آقا ما اگر بیایم از تکنولوژی زیرو نولج استفاده کنیم که توی ادامه بهتون میگم این تکنولوژی چیه، میتونیم حجم بلاکچین های ارز دیجیتال رو در حد حجم یه استیکر تلگرام کم کنیم و بعد که اون حجم رو کم کردیم میتونیم توی اون حجم کم ثابت نگهش داریم. آقای آیزیک وقتی که این داستان رو کشف کرد اومد با همکاری دوستش آقای ایوان شاپیرو توی سال 2017 کمپانی نرم افزاری کودا پروتکل رو تأسیس کرد که توی سال 2019 اومدن اسمشو گذاشتن مینا پروتکل. حالا بیایم ببینیم این تکنولوژی زیرو نولج که مینا پروتکل ازش استفاده میکنه چیه. بذارید این موضوع رو با یه مثال بهتون بگم. شما تصور کنید اومدین حیاط خونتون رو کندین، یه صندوق بزرگ پر از طلا و جواهرات پیدا کردین. حالا فکر کنین میای زنگ میزنین به دوستاتون میگین فلانی من توی حیاطمون یه گنج پیدا کردم. بعد این دوستای شما احتمال داره که این حرف شما رو باور نکنن، مخصوصا اگر توی گذشته سابقه چاقان کردن داشته باشین که دیگه اصلا باور نمیکنن. حالا اینجا شما چیکار باید بکنی؟ شما 2 تا راهکار داری. یکی این که میای اون صندوق جواهرات رو میذاری توی کوله، دونه دونه میبری دم در خونه دوستات و همشون نشون میدی، میگی آقا بیاین ببینید من واقعا گنج پیدا کردم. این صندوق گذاشتن روی کولو بردن دم در خونه همه، دقیقاً مثل همون دانلود کردن کل تراکنش‌های یه ارز دیجیتال روی یه سیستمه. حالا راهکار دوم چیه؟ شما میای از اون گنجه یه عکس میگیری، عکسو میذاری توی جیبت، میبری به دوستات نشون میدی، میگی آقا بیاین ببینین اینم گنج من. توی ارز دیجیتال هم به جای اینکه کل تراکنش‌ها رو دانلود کنی روی سیستمت، میای یه عکس دانلود میکنی، یه عکس کلی از تاریخچه تراکنش‌های یه ارز دیجیتال که حجمش میشه در حد چند کیلوبیت کوچولو. این میشه فناوری زیرو نولج. حالا این یه قسمت ماجرا بود که ما اومدیم حجم یه بلاکچین رو کم کردیم در حد یه عکس. خب این بلاکچینه هر روز داره به تراکنشاش اضافه میشه. ما اگر هر روز بخوایم ازش عکس بگیریم و سیو کنیم که این دیگه حجمش ثابت نمیمونه، هر روز به اون عکس‌ها اضافه میشه. بعد یه روز چشمون رو باز میکنیم میبینیم ای داد بیداد الانم کلی عکس داریم که حجمشون شده چند صد گیگ، باید اینا رو نگهداری کنیم. خب این که دیگه به در نمیخوره. پس باید بیایم یه کاری کنیم که این حجمی که کم کردیم ثابت بمونه. مینا پروتکل توی این موقعیت اومد تکنولوژی زیرو نولج رو یه قدم پیشرفته ترش کرد، فناوری ریکرسیو زیرو نولج رو ارائه کرد و مشکل رو حل کرد. حالا اون فناوری چیه؟ شما بیاید همون مثال صندوق طلا رو تصور کنید. فکر کنید اومدید این یکی طرف حیاتتون هم کندین و از اونجا هم یه جعبه جواهر دیگه پیدا کردین. الان فرضاً این 2 تا صندوق با هم دیگه توی یه عکس جا نمیشن. یعنی وقتی که میذارین کنار هم میخواین ازشون عکس بگیرین، توی یه عکس جا نمیشن. توی این شرایط شما مجبورید 2 تا عکس بگیری بذاری توی جیبت. ولی نه، اگر بیای از فناوری که مینا پروتکل درست کرده استفاده کنی، بازم فقط یه عکس میذاری توی جیبت. چجوری؟ میای عکسی که از صندوق دوم گرفتی
میذاری کنار عکسی که از صندوق اول گرفتی، بعد از اون 2 تا عکس یک عکس دیگه میگیری میذاری توی جیبت. تموم شد و رفت. توی تراکنش‌های ارز دیجیتال هم مینا پروتکل دقیقاً همین کارو میکنه. میاد تراکنش‌های بعدی رو میذاره پیش تراکنش‌های قبلی، یک عکس واحد ازشون میگیره. به این ترتیب حجم بلاکچین ثابت میمونه. مینا پروتکل رو اومدن 3 سال روی تحقیق و توسعهش کار کردن. بعد 3 تا شرکت بزرگ، پلیچین کپیتال، مولتی کوین کپیتال و کوین بیس ونتورز که از شرکت‌های اصلی توی حوزه کریپتوکارنسی هستن ازش حمایت مالی کردن و بالاخره توی سال 2019 شبکه بلاکچین اختصاصی مینا پروتکل راه اندازی شد. بعد اومدن عرضه اولیه یا همون ICOش رو برگزار کردن که تونستن 18.5 میلیون دلار جذب سرمایه داشته باشن. بعد 3 مرحله دیگه هم جذب سرمایه براش انجام دادن، به سرمایه‌گذاران خصوصی فروختن و 30 میلیون دلار هم از اونجا جذب سرمایه داشتن. الان هم که در حال حاضر من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، مارکت کپش 1.5 میلیارد دلار هستش. در حال حاضر قیمتش 5 دلار و 15 سنت هست و ماکسیموم قیمتی که تا این لحظه براش ثبت شده 8 دلار و 9 سنت هستش. من لینک صفحه مربوط به مینا پروتکل توی سایت کوین مارکت کپ رو تو دیسکریپشن براتون میذارم که هر وقت داشتید این ویدیو رو تماشا میکردید بتونید قیمت لحظه ایش رو چک بکنید. البته همونطور که میدونید توی سایت کوین مارکت کپ اطلاعات خیلی مفید دیگه هم در مورد ارزهای دیجیتال در اختیارمون هست که میتونیم ازش استفاده کنیم. اگر بلد نیستید چطور استفاده کنید هیچ اشکالی نداره. من سری ویدیوهای آموزش کوین مارکت کپ رو قبلا توی سایت منتشر کردم. لینکش رو بالای ویدیو براتون میذارم. خیلی راحت روش کلیک بکنید و اونها رو هم تماشا بکنید. مینا پروتکل رو از صرافی‌های زیادی میشه خریداری کرد، مثل بایننس، کوین اکس، هات بیت، اوکاایکس و خیلی از صرافی‌های دیگه که لیست کاملشون توی سایت کوین مارکت کپ هست. همچنین واسه نگهداریش هم میتونید از کیف پول‌های کلوریا، آورو و بایننس اسمارت چین استفاده کنید. این هم از یک بررسی مختصر و مفید بنیادی در مورد ارز دیجیتال مینا پروتکل. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر از این ویدیو حتی یه نکته جدید یاد گرفتید حتما ویدیو رو لایک کن و 4 تا کامنت انگلیسی برام بذار و اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزن و علامت زنگوله رو روی آل بذار. و جمله آخر ویدیو امروزمون این که فکر کردن به گذشته مثل دویدن به دنبال باده، پس فقط باید به آینده و رسیدن به آرزوهات فکر کنید. تا ویدیوهای بعد مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.